انتخابات 2009 هم باید یک مثال در این راستا پیش ما است و نحو برخورد قوت‌های خارجی با انتخابات 2009 ما را به این عقیده راسختر و محکمتر استاد میکنه که به هیچ وجه نمیگذاریم تا با قانون اساسی افغانستان بازی شود. آیا حالت ایجاد شد که او قانون اساسی افغانستان زیر پای شده باشد، چون کوشش‌های در انتخابات 2009 در راستا شد. پس از حکومت امریکا و متحدین غربیشان تکرارا می‌خواهیم که برای امضای قرارداد امنیتی با افغانستان اینا پروسه صلح آغاز کنند و با ما ثابت کنند که باید یک دولت که همکار و متحد است اینا صادقانه در راه آوردن صلح و آغاز پروسه صلح اقدام کردند و کوشش میکنند.